سلام، خیلی مخلصم. حامد تبریزیان کنار رفیقای مشتیم قراره یک بازی دارتی رو انجام بدیم. دو تیم مختلف دختر و پسر یک تشکیل دادیم که قراره که عینه بزنیم اونا. ما همیشه برنده بودیم از اونجایی که پسرا توی تیراندازی و نشونه‌گیری حرف اولو میزنن. به نظر من که بله، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. در کنار پیمان سالار، از سمت راست به چپ یا چپ به راست رویا، فرنوش، پگاه، قراره یک بازی خفن رو کنار هم دیگه حمایت کنیم و تشکیل بدیم اون بازیه رو. آقا سایکراکس کنیم. سابسکرایب هم. ببین سابسکرایب چیه؟ نه. ببین دکمه رو میزنن، ما رو دنبال میکنن. هر موقع ما کلیپ بزنیم ویدیو ببینیم ما رو میبینن. ان شاءالله که ببینم اینجا تیر نخوره. آره بعد ان شاءالله که انجام بده. بریم چی داشته باش. خب چه خبر؟ دوباره میخوام ببازن دیگه. چه فایده داره بازیاشون؟ اصلا یا نمی‌دونم. با تقلب میبرن کلا. بریم بازی رو ببینیم. از اونجایی که خانوما همیشه مقدم بودن، بازم میدون رو میدیم به خانوما. پرتاب اول گروه خانوما خواهد بود و امیدوارم که موفق باشید. ما دعای خیر می‌کنیم کسایی می‌کنیم. خانم امیدی به جایگاه پرتاب. بله در تصمیم داریم. بزن بیرون. بزن بیرون. تو میتونی حمایت شما بزن اینا کامنت های فیکن ها. برو بازم. حکم کامنت فیک اوه بیرون نگاه. بیرون. بعدی اوکی آقا این کاغذ شد دیواری بود، رم دستش کن. دارم گل چهارم. ماشاءالله. بعدی برو وسط. پرتاب قبلی یه کاغذ خودکار سری بیاد. یه کاغذ خودکار. تو گوشی آره. پرتاب قبلی خورد به 15 درسته؟ الان این پرتاب هم خورده به 13. 15 و 13 میشه 28. خانم امیدی آره همونجا بنویس. خانم امیدی 28 شد امتیازشون. آقای تبریز میزن دارید باره چنین 28. فرنوش امیدی 28 همینجا می‌نویسیم. نه افتاد که اون اول خورده. بزن اینجا خودکار. خب نفر بعدی خانم‌ها بزنن بعد ما بزنیم. بفرمایید. خدمت شما. بزن بیرون. برو بهتره کن محکم بزن. بیرونه. بیرون. نزدیکتر بود. وایسا شاید منو بتونه بزنه. تمرکز کن بعد بزن. آقا تمرکز خطرناکه. بیرونه. توه. بزن سه. بزن رویا صفر. آقا میرفت ولی نمیگیرته. پگاه خانم پگاه تشریف میارین؟ اینم صداتون میفته. صدای ما بی‌ارزش میشه دیگه. چرا میگی؟ بچه‌ها لطفا حمایت کنید. بریم بیرون. بزن بیرونه. وسط. مرسی سه تا. بله بیرون. من نگاه میکنم شما تو تصویر دارین یک عدد 13 و یک عدد 19 رو داریم تو تصویر. 13 و 19 میشه 32. پگاه 32. خب مجموع امتیاز دخترها 32 و 28 میشه 60 امتیاز. درسته؟ 60 امتیاز. اوکی. خب با اجازهتون من پرتاب اول کلا 32 انتظار نداشتم واقعا. ماشاءالله. میخوای دارتم نگاه نکن. بیرون بزن بیرون اونم نگرفت بیرون بود بیرون بود بیرون این بود این بیرونه این 17 خورد نه یه 20 بالا بود، یه 2 پایین 22 با یه 17. بابا آقای حامد تبریزی صفر. ما همیشه برنده بودیم از اونجایی که پسرا توی تیراندازی و نشونه‌گیری حرف اولو میزنن. من زدم بیرون درست بزن ناموسم من اصلا حواسم نبود. صفر بزن من صفر. بیرون سالار عزیز ارجم داری کن پشکیل بزن آروم بزن جان من آروم بزن. بیرون باز
باریکلا باریکلا آقا یه دونه 20 زدن یه دونه 20 زدن اگه اینجوری باشه مال من کلا خورد تو کاری کاری نستار بعدم خورد اینجا اونو حساب کردی حالا 19 بنویس آقا 19 بنویس اصلا نمیدونم چقدر جیغ و داد میکنن این خانوما من نمیدونم 20 امتیاز همینطوری بخشیدیم 19 امتیاز اشکال نداره ولی 20 بوده کشیده به وسط نگاه نکن دو تا 19 نبود 19 نبود خود بینندگان تو کامنت ها مشخص الله اکبر این همه چه زنم الله اکبر این همه داد و بیداد بینندگان عزیز تو کامنت ها بگید که حق با کیه برد حق کیه اوه بیرون من مردیم دارم ماشاءالله ماشاءالله بزن یکی دیگه بزن آقا 17 13 میشه اون میشه دو تا 13 میشه هنگ کردم اون میشه 30 43 43 26 و 17 میشه 36 43 با 19 43 به اضافه 19 اصلا حساب نیستش 43 چیه؟ 2 تا 13 میشه 26 با 19 با 19 چقدر میشه؟ چند میشه؟ اینو 20 حساب کنی 26 میشه 45 تازه اینو یه سوسماس اصلا 45 میزن 45 و 19 چند میشه؟ 64 45 و 19 10 میاد اونجا 50 9 تا 5 شده 64 تا دیگه ما 64 64 ما برنده این بازی کذایی شدیم تمام و میریم برای اجرای حکم اجرای حکم چی بودش؟ این بازی رو بود خب همونطور که میبینیم برای اجرای حکم ما اومدیم دور میز محاکمه قرار خانم پگا یک آب معدنی ببخشید این نوشابه است یک آب معدنی 1.5 لیتر یا یک نوشابه 1.5 لیتر رو سر بکشه بر اساس توافقاتی که شده قرار ما نوشابه رو برداریم و آب معدنی میل کنم و قرار این آب معدنی به صورت برو اون گوش رو خاموش کن قرار این آب معدنی به صورت 3 نفسه بچه‌ها گوش بدین خیلی نکته مهمیه تو 3 نفس یعنی رفت بالا حالا هر کاری دوست دارم اون بالا بکنه نفس بگیرم فلان اومد پایین یک بار دیگه و بار سوم باید تموم بشه اگر تموم نشه این 1.5 لیتر نوشابه و اگه نشه فلفل 1000 تا حکم دیگه بدیم من کوتاه میکنیم میریم برای دیدن این اجرای حکم خانم بفرمایید شما فقط من یکم استرس دارم برای چی کلا میتونم ماشاءالله باریکلا بریم آقا 1 و 1 و 1 2 3 سابقه محله باریکلا تا الان 100 میل رفته 200 تا الان همه رو یه نفس میخوره ماشاءالله آب واسه بدن خوبه باریکلا ولی واقعا حرف قشنگی زدن روزی 1.5 لیتر آب میل کنین برای تابستون 8 لیوان زمستون 4 لیوان با چه نفس میکشه نه نخندونشون بذاری کار ماشاءالله آفرین ماشاءالله ما دست بزنیم افتخاری که تونستم تقریبا میشه گفت که 1/3 رو میل کردم تقریبا میشه گفت همون که 3 باری که میخوام بزنم فکر کنم انشالله قشنگ نفس بکشی ماشاءالله بریم برای ادامه بله ماشاءالله نمیتونین ادامه بدین فکر کنین تشنه‌تونه وسط بیابونین و خیلی نیاز به مصرف آب دارین ادامه بدین ماشه بله 2/3 میل شد عالی آقا بنزینم میخوای بزن یه جا به بعد پر میشه نه دیگه اون یه جا بعد الان 1.5 لیتر دیگه جا داره دیگه نه من الان 6 لیتر میتونم آب بخورم اگر من اشتباهی انجام بدم باید اونو بخورم تمام بشه دیگه اشتباه شما این بود که بازی رو باختیم و باید این حکم رو شما اجرا کنید قطع کرده بوده همه شارم اصلا ما تشویقتون میکنیم میخواین یه دقیقه وقت بدین میخوایم مثلا ما تشویقتون بکنیم بهتر میل کنین چشم دست بزنیم
لای 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 لای. نفس آخر رو لای 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 لای. ادامه بده ادامه بده ادامه بده. ماشاءالله. ماش نمیتونم دیگه نوشابه رو بردار بیار. آقا ببخشید دیگه حالا این همه چی خورده. گفتی؟ یه لیتر خوردم. گفتی؟ عذرخواهی میکنم. قبول میکنی. چرا منو بغل خدایی ببینید چقدر خورد. دمش حالا یه چیزی شما بگم ما قرار بود الان قرار بود ما یه وعده غذایی میل کنیم که یکم غذا کم بود. خوشحالیم که 1 لیتر و 300 سی رو میل کردم و دیگه جایی برای حتی یک قاشق غذا ندارم. آقا احمد یه جمله راجع به این بازی بگم. بفهمید سنگ‌های کوچک نه نشانه ضعف سنگ‌های بزرگ نیست. دارتو بزن به هدف، آب مدنی نخور. خب مرسی، امیدوارم که لذت برده باشیم. پیمان جو بریم اینجا قرار بگیریم که دوستانم تو کات باشه، فیلم بردار بره یکم اونورتر. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. ما رو فراموش نکنین، همیشه به یادتون هستیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی مخلصم. زنگوله همیشه بخیر. زنگوله